با درودی دیگر برای بینندگان عزیز از دفتر مرکزی رادیو آزادی بازم شالوی گلخوجه هستم در کنار شما نخترش در روبروی شما با سرخط خبرهای روز که فکر میکنم برای شما هم شنیدنشون جالب خواهد بود و بعد از رساسی ساعت دیگر بازم همه شما از اون را در پخش مستقیم برنامه خبری منتظر خواهیم بود. دوستان کلی تاجیکستان لاتوکوبی محبوسان را هنگام انتقال آنها به زندانهای دوشنبه رد کرد. به سوال خبرنگاران در این باره یوسف رحمان دوستان کل امروز در نشست مطبوعاتی جواب داد. این حرفها در حالی است که قبلا شماری از نزدیکان هلاک شده ها به رسانه ها گفته بودند که در بدن پیوندان خود آثار لاتوکوب را مشاهده نمودند. حادثه مرگ گروهی 14 زندانی در تاریخ 7 ایولی اتفاق افتاد. در شرح رسمی مقامات نظامی زندانهای تاجیکستان درباره مرگ زندانی ها گفته شد که این افراد در راه از زندانهای خوجند و استرافشان به دوشنبه از استعمال نان و یا خود خلیب زهرآلود شده به هلاکت رسیدند. خب شرح رسمی مقامات نظر به جواب سوالهای زیاده را ایجاد کرد. نزدیکان حداقل 3 محبوس در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که باور ندارند فرزند و خویشانشان از زهرآلود شوی به هلاکت رسیدند. در نشست خبری دوستانی کل امروز باز چی موضوع مطرح شدند. بعد 3 ساعت دیگر با شما صحبت خواهیم کرد. پیشنهادی اندازی نو به مهاجران. این نوبت وزارت کارهای داخلی روسیه میخواهد پرداخت ایلوگی را در نسبت مهاجران جاری کند که صاحب اجازت موقتی اقامت و یا اجازت اقامت هستند. فعلا این نهاد در حال آماده‌سازی سندهای لازمه جهت وارد کردن تغییر ایلوه ها به قانونگذاری روسیه اوید به سپردن انداز از روی فعالیت مهنتی برای شهروندان خارجی است. تا کنون طبق قانونگذاری روسیه مهاجرانی که با پتنت در این کشور فعالیت میکنند موظفند که هر ماه یک مقدار مبلغ را سپرند. اما وزارت کارهای داخلی دلیل این پیشنهاد یعنی راه اندازی اندازه نو را چگونه توضیح میدهد و مهاجران و حقوق‌شناسان در این زمینه چی نظر دارند در برنامه خبری برایتان بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر تفصیلات خواهیم داد. ترکش در افغانستان باز جان چند نفر را گرفت. ترکش مواد منفجره در قندهار روز گذشته 10 نفر را زخمی کرد که در بینشان زنان و کودکان هستند. مقامات میگویند اکثر قربانیان اعضای یک عائله بودند. گزارش مفصل را بعداً برای شما پیشنهاد خواهیم کرد در برنامه خبری. در ادامه موضوع افغانستان مقامات تاجیکستان میخواهند انتقال نوری برق را به افغانستان زیاد کنند. از جمله وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آبی تاجیکستان میگوید با مساعدت سازمان‌های مالی جهانی تاجیکستان تصمیم دارد سال جاری حدود 135 روستای مرز افغانستان با تاجیکستان را با نیروی برق تامین نماید. اظهارات وزیر تاجیک در شرایط صدا میدهد که ساکنان میگویند تاجیکستان برق را به کشور همسایه میفروشند و مردم خود را به برق میمانند. ادعایی که برق تاجیک البته میکند و محدودیت را رسما تعمیر خطوی انتقال نیروی برق مینامد. و نابود شدن صدها ماهی در دریای شینگ صبح بر وقت امروز ساکنان پنجکند را تکان داد. بر اساس فرضیه های ابتدایی در بالا آب دریای شینگ و موغیان کارخانه آهک‌پزی چین جای دارد و پس از به دریا انداختن پرتاب به یک بارگی ماهی ها نابود شدند. کمیته محیط زیستی تاجیکستان و بخش اکولوژی پنجکند این خبر را تصدیق نمودند و تفصیلات را میتوانید در برنامه خبری بشنوید. و البته در این برابر چند موضوع دیگر نیز هست. از جمله یک نوار جالب هم داریم بینندگان عزیز که از سوی کاربران آزادی ویدیو در اختیار ما گذاشته شده است که چگونه پولهای سامانی از طرف موشها خورده شدند. خب اگر میخواهید این ویدیو رو ببینید و همیگونه گزارش‌های جالب رو تماشا کنید پس با ما بپیوندید بعد از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری در پخش مستقیم در همین جا یعنی در آزادی ویدیو.